جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نکویتان مبارک مبارک. دل شادم از غم همه آزادم، مایان همه دل شادم از غم همه آزادم. تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم، تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نکویتان مبارک مبارک. اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه. در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه، در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه. امروز که روزی جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک. دخترم نسخه دل و جانم، امیدم آرزویم ارمانم. السلام علیکم بیننده های عزیز تماشابینان ما. امروز آمدیم به طربخانه بنیادکه برای تبریک کردن دختر نازنین یحیی اکا گلفریده آیتی که امروز عروس نازنین خانواده فیضی امک و نورچچوک است. امروز مدینه بانو را در جشن زادروزشان تبریک میگوییم با عقد نکاحشان که نو آیله بستند. از نام پدرجانشان تبریک میگوییم که در شهر مسافرت هستند. آن لحظه های خرسندی را هم راهی شمایان به هم میبینیم. با ما باشه و آغاز میکنیم. دخترم تاج سرم ای امید و باورم، تو مسیر زندگیم تنها تویی هم سفرم. دست تو آرامش قلب من عزیز من، تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من. السلام علیکم پدران مادران عزیز، مهمانان، اولاد و سلاله، همه شمایان را به امروز طربخانه زیبا و زادروزی کریم گویم خطا می شود دخترک نازنین فیضی امک نورچچوک خوش آمدتان میگوییم. قدم های مبارک شما عزیزان را بالای دیده میدانیم. حاضر به نزد ما تکلیف میکنیم فیضی امک را، نورچچوک خاله را و البته مدینه بانو که امروز جشن زادروز دارند، ایتا به نزد ما تکلیف میکنیم برایشان ایتا قرصک زنید. مرحبا مرحبا. نورچچوک خاله بیت شما نزدیکتر. فیضی امک کجا رفتن؟ مرحبا. گلفریده آیتی مرحبا شما را نیز تکلیف میکنیم. نورچچوک خاله امروز هم رسم زیبا مبارک. برای عروس آمده ایستاده، عروس آمده با پای قدم آمده باشند.
همراهی حسن‌بای در خدمت شما باشند. خدا کند که همه خاندان فیضیمک پر از نبیره ها باشد. امروز مدینه بانو جشن زادروزتان مبارک. شما را از نام پدرجانتان که در شهر مسافرت هستند از نام یحیی آمد تبریک میگویم. اما جانتان که در مسافرت هستند از نام نوری آمد، از نام سربرگایتی شما را تبریک میگویم. روز خرسندیتان مبارک باشد. جشن زادروز مبارک. امروز نور شکلات و قریب عروس نازنین دانشگاه را ختم میکنند. خدا کند که مانند حسن‌بای یک صاحب کسب از همه پرشرفترین شده در خدمت همه خلق ماهان باشد، در خدمت شهر سمرقند باشد. خدا خواهد همه سال تا سال 90 در خاندان شما آواز گریه کودکانی همین فرزندان عزیزتان برآید. هر بار آمده با تولد شدن نبیره ها تبریک گوییم. گفتم که در نزدیکی در این خاندان خدای ما زادروز فیضیمک را جشن گرفتیم، زادروز خودی حسن‌بای را جشن گرفتیم. گذشته باشد هم از نام ما تبریک گویید و برایشان رسانید که چو سعدی پیر گردی کم نبینی، چو حافظ شاد باشی کم نبینی، چو جامی عاقل و فرخنده باشی، چو سینا در دل و در دیده باشی. امروز مدینه بانو چقدر که پدرجانتان ما شب دیروز همراهشان هم صحبت شدیم، همراهی یحیی آمد، دلشان پر است. من هیچ وقت خطا نکردم که با چنین عائله خدا بستم، رشته خداوری را پیوست کردم. رحمت گو از نام من رفته، برای همه مادر عزیزش، برای پدرش رحمت رسانید. همیشه چیزهای دانسته ندانسته که قناعت کردن، همه چیز پستی بلندی زندگی را آموزاندن. خدا خواهد اگر فقط در خدمت آنها باشد. برای دختر نازنینم رسانید که همیشه خدمت آنها کند و من از وی 100,000 بار راضی هستم. برای نازنین خاندان من رسانید که دخترم قدر همین عشق بدان. این از نام پدرجانتان مدینه بانو. دخترم قدر همین عشق بدان، شوهرت را دوست دار از دل و جان. دخترم در راهی طولانی عمر قدم از قدمش دور نمان. دخترم شوهرت آینه ای توست، نصرت و گرمی ای کاشانه ای توست، و غم و شادی و بربش و کمت همراه و همدم و همخانه ای توست. دخترم گیر دعا از مادر، گوش کن حرف سزاواری پدر. دخترم گیر دعا که دعا به هر دور و گوهر. دخترم قدر همین عشق بدان، شوهرت را دوست دار از دل و جان. دارچکالا امروز شما مادر این عائله و این خاندان هستید. یک تا دعا میکنیم. امین طلبه ها البته خدا خواهد اگر مکتب ختم کنند مانند حسن‌بای یک صاحب کسب و کار شوند، در این خاندان شما فرزندهای صالح و صالحه به دنیا بیایند. خدا کند که نبیره ها در اطرافتان دوان و تازان شده در خدمت شما باشند. البته یک تا مهمان ها با خوش آمدید میگویم. مرحبا. خوش آمده مهمانای عزیز، خوش آمده. من میخواهم که همه دوتا یاشاد خوشبخت باشن، حرمت همدیگر را دارم تا آخر. میخواستم که تو این سال اینا صاحبی فرزند شوند. من میخوام طرفدار دوستی. سلام مهمونان عزیز، همه یکتون خوش آمده، صحت سلامت باشه. هزار رحمت تشکر میگویم. البته برای مدینه بانو که گلی دسته خانواده فیضیمک و نورشکولا هستند، برایشان از نام پدرجانشان گل دسته زیبا تیار کردیم. گل فرایگرتی خودتون از نام داده جانشان برای دختر نازنین رسانید. وقت قرصک میزنه مهمانان، زادروز مبارک باشد. از نام مادرجانتان مدینه بانو فرمان جان انگشترین طلا برای خواهر عزیزشان. مرحمت.
باشد. جای نماز از نامی مادر جانی عزیزتان مبارک باشد. زادروز مبارک. مبارک باشد. نبوغدانه امروز جشن زادروزی نبیره مبارک. روز خورسندی رو مبارکباد میگیم. حتی تبریک کنیم نبیره رو. مرحمت. هم میافکنم خداوند شهر سلامتیت بکنم. این 2 یار خوش پیر شوند تا ابد تا دنیا بودن باشند. هم میافکتون ساخ سلامت باشه. دیگر همش کفی دست خداتون باید بای گریم دیگر چیزا همه شما نخداوند بزرگ باشد. رحمت تو مدهم از رحمت تشکر میگیم. سربین آزایتی مرحمت اما جانشان مدینه آی تبریک میکنیم. زادروز مبارک. 100 سالشه مکتبای عالیه تمام کرده. کارهای نصب داخل شده خدمتی خلق باش. امسال اوقاتی گواره بندونات بشینه. هم موتون خوش آمده. رحمت کنم. از رحمت تشکر میگیم. معلمه خودی را که برای ما علم و معرفت خط و زبان عربی را آموزاندن از دوری های دور برای ما دعا میکردن. مرحمت. تشکر زیاد حسین جان. السلام علیکم خانمای عزیز، برادران، خواهران. امروز من روزی زادروزی گل عروسکمان مدینه آل است. از صمیم قلب از نام اویلم، از نام اویله بزرگ رجب ویفا مدینه جان رو تبریک میگوییم. سلامتی میخواهیم در حیات اویلویشان. بهترین روزها عشق، محبت، صمیمیت، مهربانی، تمام خوشی‌های روزگار را آرزومندیم. خیلی که میگویند سردفتر عالم معانی عشق است، سربیت قصیده جوانی عشق است. عشق آن نبود که همچو بلبل نالی، هرگه که بمیری و ننالی. عشق است. بهترین روزها رو تمنا دارم با همین یاری انتخاب کردهتون بهترین روزها رو سپری کنید. تمام خوشی‌های روزگار را آرزومندم. سلامت باشید. هزار رحمت تشکر میگیم. البته مادر جان عزیز نزدیکتر میستیم. گلفر جایتی یک جای نزدیکتر میستیم. شیرینی رو میبریم، از آن تناول میکنیم. بعد از آن امروز بزم زیبا رقص و بازی را دوام میکنیم. مرحمت. نارچکورا یک جای نزدیکتر میستیم. تارت ها را میبریم و از آن تناول میکنیم. Все быстрее, стали звезды на возрасте, лик сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. Где день рождения, собираются все друзья, и чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения! Успеха, радости, везения,
چی خواهد برای شما امروز همه مهمانان که خانواده شما برای تبریک کردن آمدن یک جای رقص رو تکلیف میکنیم زن بانوان خداها امروز صاحب جشنها را مرحمت و البته بعضی آمد باید شما هم نزدیکتر خوش باید یک تومن تبریک کنم اندام شما نزدیکتر ایستید السلام علیکم یعنی کلین بر نزدیکتر ایستید این کس برای شما کلین دختر هر بار همین افکار حالا شده بیدو ملامت خوش آمدید جای کبود می جای زیاد میخواد اطرافات ما پروانه شوند همیشه در خدمت شما باشند یک نه دو دختر نازنین در خدمت شما هستند در خانوادهتان امروز از نام شما از نام یحیی احمد که شما کلان این خانه و سلاله هستید از نام شما میگیم برای علمی عروسی نو من تمنا میکنم این گل عروس مادر شود آرزو دارم نخست فرزند او پسر شود نامبرداری حسنبای گردد میانی مردمان نامی فرزندی نخستین نامی پیغمبر شود گفتگیت قرصک زنم مهمانانه زاریز مبارک یک خوش آمدید میکنه مهمانانو به مرحمت رقصش بمین خوش نبوزد صورت های شوخ میمونیم یک جای می رقصیم پرسندی میکنیم امروز شادیانه را دوام میکنیم مرحمت
زبان باشد شکر در کار نیست، شامی تاریک نازنین باشد سحر در کار نیست. به دیدار یار و دوست لذت ندارد این جهان، یار و دوست باشد اگر شخصی دیگر در کار نیست. من بیننده های عزیز، امروز بزم زیبا زادروزی این عروسی خاندان را به آخر رساندیم. همراه شمایان به هم دیدیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید که ما با شماییم.